سلام، من ساسان هستم. توی این ویدیو میخوام به شما نحوه روشن کردن موتور بوینگ 737 مدل 800 و باقی تنظیمات اولیه قبل از تیک آف رو آموزش بدم. امیدوارم که براتون مفید باشه. در وهله اول برای روشن کردن ما باید اول برق بگیریم. میبینید تمام مانیتورها خاموشه. به این حالت هواپیما cold and dark میگن اصطلاحاً. خب برای برق گرفتن ما دو تا گزینه داریم. اولیش اینه که از گراند پاور استفاده بکنیم و بعضی از فرودگاه ها گراند پاور ندارن، برای همون APU هواپیما یعنی موتور رو استفاده میکنن برای گرفتن برق. در وهله اول ما باید DC رو روشن بکنیم. بعد از روشن کردن DC میبینید که قسماً برق گرفت هواپیما. برای این کار اول APU رو روی حالت آن قرار میدیم و به مدت چند ثانیه استارت توی حالت استارت نگهش میداریم تا عقربه بالایی بیاد به 2 برسه. بعد از رسیدن این عقربه به عدد 2 میتونیم ولش کنیم. بعد میتونیم APU بلید رو روشن کنیم. بعد از اون یا دمپر رو حالت آن قرار میدیم. از همون اول میتونیم گرمکنای شیشه رو روشن بکنیم چون زمان میبره تا گرم بشه. اوکی، APU بلید الان روشن نمیشه، بعدا روشنش میکنم. بعد از اینکه به حالت استیبل رسید میبینید که رو حالت 4 وایستاد و اون موقع ما سمت چپ و سمت راست رو میزنیم تا برق وارد سیستم بشه. الان خواهید دید که یکم بعد مانیتورها روشن شدن. خب الان سیستم ما برق داره، یعنی APU مون روشنه. کار اولی که میکنیم چون زمانبر هستش، IRS هواپیما که همون سیستم نامبری هواپیما هست رو روی حالت نو یعنی نویگیشن قرار میدیم. وقتی رو حالت نو قرار میدین اول دکمه الاین باید روشن بشه. بعد روشن شد میبینید. بعد این پیچ بالایی رو که IRS Display Select هست رو 2 بار به سمت راست میچرخونین. اینجا عدد 8 روشن شد. این عدد 8 نشانگر زمانی هستش که مونده تا IRS شما تنظیم بشه. پس 8 دقیقه ما الان زمان داریم تا IRS مون تنظیم بشه. این قسمت ارورهای رو نشون میده که الان وجود داره. میبینید IRS، فیول، الکتریک اینا هنوز کار نمی کنن. خب برای این کار اول من موتور رو باید روشن بکنم. برای روشن کردن موتور اول حالت الکتریک ها رو روشن میکنم. شیشه گرم کنه رو قبلا روشن کردم، یا دمپر یه بار دیگه امتحان میکنم. الان روشن شد. پمپ های بنزین رو، فیول پامپس رو روشن میکنم. خب بنزینم خیلی کمه، بنزین وسط هم ندارم. برای همون میتونم بیام بنزین رو از روی گزینه فلایت Edit Weight and Balance رو انتخاب میکنم و از اینجا میتونم بنزین اضافه کنم. خب یه ذره به تانک وسطمون، به باک وسطمون بنزین میزنم. Apply Change. الان میبینید که بنزین پر شد. بنزین وسط هم یه مقدار پر شد. خب بنزین وسط هم چون کار میکنه الان میتونم پمپ های وسط رو هم روشن کنم. بعد از روشن کردن اینها اول موتور سمت راست رو، یعنی موتور شماره 2 رو حالت گراوند قرار میدم. بعد از اینکه رو حالت گراوند قرار دادم میبینید که اینجا
اندومون شروع کردش به زیاد شدن. صبر میکنیم تا اندومون به عدد 25 برسه. 20 21 22 23 24 و 25. بعد روشن میکنم، روی حالت آیدل قرار میدم موتور شماره 2 رو و در این حالت میبینید که موتور سمت راست و موتور شماره 2 شروع کردش به زیاد شدن. خب این تنظیم جهت یعنی افقمون رو تعیین میکنه. این دستگاه به صورت مکانیکی این رو نگه میدارم تا به حالت 0 برسه. وقتی هواپیما حرکت میکنه، حرکت داده میشه، این ممکنه که تکون بخوره و الان که ما روی زمین هستیم این رو با نگه داشتن میتونیم به حالت ایدئالش برسونیم. خب 20% شد. وقتی که روشن بشه میبینید که این از گراند خودش پرید روی حالت آف. خب الان موتور شماره 1 رو روی گراند قرار میدم، صبر میکنم تا موتور شماره 1 به عدد 25 برسه. 7 8 9 10 25 شد. دستگیره موتور شماره 1 رو هم روی آیدل قرار میدم. الان از بالا خواهید دید که این از رو حالت گراند بدونی که من بهش دست بزنم خودش برخواهد گشت روی آف. برگشت. خب الان دیگه موتورهای من روشنه و من میتونم نیروی برق خودم رو از موتورها بگیرم. پس روی جنراتور سمت راست اول موتور راست روشن کردم میزنم، بعد جنراتور سمت چپ. خب الان برق من از موتورها گرفته میشه، پس میتونم APU رو خاموش کنم. APU بلید رو هم میتونم خاموش کنم. اینا رو به پایین میزنم. یک نگاه کلی میندازم. خب میبینم که چراغ‌های خروج اضطراری من روشنه. بنزینم رو زدم، پس الان دیگه خطری تهدید نمیکنه، میتونم خاموش کنم. خب دکمه سیگار نکشید و کمربندهای خود را ببندید رو روشن میکنم. اینجا اگه الان ایرادی داشته باشه چراغ نارنجی میشه. میبینیم چراغ نارنجی وجود نداره. خب الان موتور من روشنه. توی ارورهایی هم که هست فقط IRS روشنه که از اینجا میتونیم ببینیم چقدر زمان مونده. 6 دقیقه دیگه هنوز زمان لازم داریم تا IRS 5 دقیقه شد IRS ما تنظیم بکنه خودش رو. خب این پروسیدوری که من الان دارم خدمت شما توضیح میدم پروسیدور طبیعی روشن کردن هواپیما نیست. ما قبل از روشن کردن هواپیما باید چراغ‌ها رو چک بکنیم. میبینید در اینجا الان چراغ‌ها داره چک میشه. باید موتور رو ارورهای بنزین آتش سوزیش و اینا رو چک بکنیم. اینها رو من همه رو هیچ کدوم رو انجام ندادم به خاطر اینکه خب این فقط برای استفاده شما از سیمولیشن هستش و هیچ کدوم از این تست ها رو من انجام نمیدم اینجا. خب کاری که ما باید انجام بدیم، قدم بعدیمون تنظیم FMC یا Flight Management Computer هستش. برای تنظیم FMC ما باید یک فلایت پلان داشته باشیم، یعنی نقشه پرواز داشته باشیم که از کجا میخوایم به کجا بریم و شما این رو میتونید از سایت سیم بریف تهیه بکنید. من قبلا تهیه کردم. خب میام توی پوزیشن اینیشال و صفحه 2 رو میزنم و این مختصاتی که اینجا هست کپی میکنم
برمیگردم به صفحه اول و اینجا پیستش میکنم. بعد به سمت روت میرم. خب مسیرمون رو باید بدونیم از کجا میخوایم به کجا بریم. من برای این پرواز یه پرواز از مونیخ به اینسبروک در نظر گرفتم. خب کد مونیخ باید بدونید، اینها رو از همون سیم بریف بهتون میده. EDDM هست و کد اینسبروک لووی هست. من از باند یا رانوی 26L پرواز خواهم کرد. بعد از دادن اینها دکمه اکتیویت یا فعال سازی روشن میشه. اکتیویت رو میکنم، بعد اکسیکیوت رو میزنم تا سیو بشه این اطلاعاتی که من دادم. خب از این قسمت شما میتونید ببینید که یه نقشه پرواز یا فلایت پلان هستش اینجا که اطلاعاتی که ما داریم از EDDM به لووی، از مونیخ به اینسبروک خواهیم رفت و این اطلاعاتیه که ما لازم داریم اینجا. خب ما میتونیم پرف اینیشیال رو میزنم. خب اینجا ZFW یا زیرو فیول ویت هستش که از توی همین سیمبریف میتونم نگاه کنم ببینم زیرو فیول ویت ما چقدره. 60/2 هستش اینجا. (60/2) رو وارد میکنم. اشتباه وارد کردم، از قبل عددی داشته اونجا 60/2. خب برای رزرو ما که ببینم چقدره، من به 2 تا عدد اینجا نیاز دارم. ALTN و FINRES. این دوتا رو ما باید با هم دیگه جمع بزنیم، این دوتا عدد اینجا رو، چون این صفره پس من فقط همین عددی که توی FINRES هستش رو وارد میکنم که عدد 1 هست. 1/091. پس 1 رو برای رزرو وارد میکنم. 1/0. کاست ایندکس عدد دیگه ای هستش که ما لازم داریم. 67 کاست ایندکس من اینجا میتونیم ببینین. ارتفاع حداکثری که ما بهش میرسیم رو لازم داریم. ارتفاع حداکثری که ما بهش میرسیم رو میتونید در صفحه 3 یا 4 از اینجا نگاه بکنید. TOC که نوشته 210، یعنی ما تا ارتفاع 21,000 پا ارتفاع خواهیم گرفت. 210 رو وارد میکنم، اکسیکیوت رو میزنم دوباره. میتونید آخر سرم بزنید. خب اینجا ما کروز ویند یعنی اطلاعات باد رو لازم داریم. دوباره تو همون صفحه اول کروز ویند اوریج ویند نوشته 288/022، یعنی از زاویه 288 با سرعت 22 نات ما باد امروز داریم. 288/0.2. Set 22. Juliet, Romeo, fly heading 260. Report the field in sight. Fly heading 260. عدد بعدی که نیاز داریم درجه حرارت هست توی اون ارتفاع. درجه حرارت ما توی اون ارتفاع، دوباره میام به توک یا TOC. اوکی، اینجا میتونیم ببینین درجه حرارت ما -21، یعنی منهای 21 درجه است. منهای 21 درجه رو میزنم. خب این قسمت پر شد. الان میتونم اکسیکیوت رو بزنم که سیو بشه این اطلاعات. به قسمت بعدی میریم تیک آف هستش
اطلاعات تیکاف رو میده. ما با فلپ 5 درجه تیکاف خواهیم کرد. وقتی شما فلپ 5 درجه رو میزنین خودش پیشنهاد میده نسبت به بنزین و وزن هواپیما که الان داریم که V1 V روتیت و V2 تون چقدر خواهد باشه. خب V1 سرعتی هستش که شما تا اون سرعت اگر زیر این سرعت باشین میتونین هواپیما رو نگه دارید. VR سرعتی هست، V روتیت سرعتی هست که شما باید توی این سرعت تیک آف بکنید و V2 سرعتی هستش که دیگه اگر به این سرعت رسیدین باید تیک آف بکنید، نمیتونید نگه دارید هواپیما رو. خب کار دیگه که ما میتونیم بکنیم فیکس رو میزنیم. این فیکس چی رو مشخص میکنه؟ اول هواپیمایی که فرودگاهی که دارین ازش تیک آف میکنید رو میزنید. EDDM فرودگاه مونیخ هست. میخوایم به ما نشون بده که با دایره هایی که اینجا میکشه میخوایم نشون بده که از چند مایلی ما الان از فرودگاه جدا شدیم. خب این دل بخواهیه ولی میتونیم من بزنم اولی رو از 5 مایل به من نشون بده، دومی رو از 15 مایل دایره میکشه برام و سومی رو از 30 مایل. فرودگاهی که خواهم نشست فرودگاه مقصد من فرودگاه لووی هست. اینجا برای نشستن دوباره دایره خواهد کشید به من که ببینم تا فرودگاه چقدر فاصله دارم. من این رو 5 مایل 10 مایل و 15 مایل رو انتخاب میکنم. این کمک میکنه به شما برای توی مسیر باند قرار گرفتن موقع لندینگ. خب قسمت روت میرم. از EDDM میخوایم بریم لووی، از رانوی 26L تیک آف خواهیم کرد. صفحه بعدی میبینید خالیه. برای این کار من اول دیپارچر رو میزنم و مسیری که جدا خواهم شد از فرودگاه رو اینجا وارد میکنم. مسیری که من جدا خواهم شد رو توی فلایت پلنتون صفحه دوم شما میتونید ببینید. توربو 7S 26L توربو 7S هست. 26L رو انتخاب میکنم. نه 26L رو باید انتخاب بکنم برای دیپارچر و از اینجا دنبال با صفحه بعدی دنبال توربو 7S میگردم. این رو انتخاب میکنم، اکسکیوت رو میزنم. الان شما اگه توی روتتون بیاین یعنی مسیرتون رو بیاین صفحه بعد رو بزنید اینجا میبینید که توربو 7S و توربو اینجا اضافه شده. خب توی مسیرمون دوباره توی فلایت پلنمون که میایم از سایت سیم بریف گرفتم من میبینیم توربو 7S توربو هست بعد Y107 RRT. پس اینجا Y107 و RRT رو انتخاب میکنم و وارد میکنم. RRT نبود RTT ببخشید. مسیر بعدی که داریم رو نگاه میکنم RTT 1B و لووی. خب این برای لندینگ من مهمه که از چه مسیری وارد باند 08 میخوام بشم. RTT 1B اکسکیوت میزنم اینو صفر کنه. دوباره تو دیپارچر ارایول میرم و ارایول رو از اینجا انتخاب میکنم. RTT 1B رو دنبالش میگردم. RTT 1B و باند 08 اکسکیوت رو میزنم. خب الان توی روت که بیاین میتونیم ببینیم که مسیر ما رو اینجا نوشته
و میبینید اگه لگز رو بزنید از اینجا میتونید ببینید که شما کانکتیویتی دارین یا نه، یعنی وسط جایی مسیرتون عوض میشه یا نه. خب نداریم دیسکانکتیویتی. خب این دیسکانکتیویتی رو شما از یه جای دیگه هم میتونید نگاه بکنید. خب IRS ما هم اومده. خب اگر این رو روی حالت پلن قرار بدین میتونید نقشه خودتون رو اینجا ببینید و اینجا از توی از توی لگز که اینجا میزنین استپ ها رو میتونید ببینید که به شما دونه دونه نشون میده که از چه نقطه‌ای به کجا خواهین رفت و در انتها از کجا روی چه باندی خواهید نشست. دوباره این رو من رو حالت نقشه قرار میدم. کار دیگه ای که باید بکنید اینه که فشار سنجتون رو تنظیم میکنید. اینجا میبینید که روی 29/92 تنظیمه که این یک استانداردیه برای این سیمولیشن هایی که استفاده میکنید. از اینجا میتونید 93 و دوباره 92 رو انتخاب بکنید. خب الان فلایت پلن ما آماده است. IRS مون فعاله، هیچ گونه اروری نداریم و آماده ایم برای پوشبک کردن و تاکسی کردن به سمت باندی که باید پرواز بکنیم. اینها رو هم توی ویدیوی بعدی براتون توضیح میدم که چی هست. از الان هم میتونیم تنظیم بکنیم. ما تا ارتفاع 21,000 پا ارتفاع خواهیم گرفت و ارتفاع باندمون رو با استفاده از ابی تبی که اینجا هست میتونیم ببینیم چیه. شما از سایت های مختلف هم میتونید این رو نگاه کنید. من در فرودگاه لووی میخوام بشینم. از این قسمت، از قسمت اپروچ میام باند رانوی 8 رو انتخاب میکنم. اینجا یه سری اطلاعاتی به شما میده، از جمله اینکه زاویه باند شما که میخوایم بشینید 83 درجه است. خب ما این 83 درجه رو از اینجا تنظیم میکنیم. هم طرف خلبان هم کمک خلبان 83 درجه است و میتونین ارتفاع باند رو از این قسمت نگاه بکنید. 1900 خورده ای، چون خورده ای رو اینجا نمیشه تنظیم کرد، همون 1900 اینجا تنظیم میکنیم. 50 تا 50 تا حرکت میکنه. خب این برای چی مهمه؟ این برای این مهمه که فشار کابین شما رو از اینجا تنظیم میکنه و اگر فشار کابین شما کم باشه وقتی که شما نشستین درها رو نمیتونیم باز کنیم به خاطر اختلاف فشار بیرون و اختلاف فشار داخل کابین. خب قبل از اینکه ما بخوایم تاکسی بکنیم و راه بریم به سمت یعنی رانویمون، چراغ‌های رانوی رو روشن میکنیم. این چراغ لوگو هست، یعنی رو بالای پشتمون معمولا اون لوگوی شرکت هواپیمایی که هست روشن میشه. تو روز زیاد تاثیر نداره ولی تو شب برای تبلیغ بیشتر روشن میکنن. چراغ‌های استوربرم رو روشن میکنم که این چراغ‌هایی هستش که رو بال من قرار داره و چشمک زنه و نشون میده که من میخوام حرکت بکنم. آنتی کولیژن چراغ دیگه ای که روشن میکنیم. تو طول شب شما میتونید چراغ‌های بال و چراغ‌های چرختون رو هم روشن بکنید. چراغ بال رو معمولا ممکنه روشن بکنید که اگر اتفاقی افتاد مسافرین بتونن از درهای اضطراری که میخوان خارج بشن روی بال جلوی خودشون رو ببینن. خب این ویدیو تا اینجا. در ویدیو بعدی من نحوه پوشبک کردن، تاکسی کردن رو به شما یاد خواهم داد و تیک آف کردن رو. متشکرم از اینکه با من بودین. مرسی.